احتمال وجود ویروس زامبی در اوکراین وجود داره. خبرهایی هم از گندکاری‌های جدید چین داره پخش میشه. ویروس جدیدی که باعث قرنطینه شدن بخش شمال شرقی شهر چانگچون در کشور چین شده. منطقه‌ای با 9 میلیون نفر جمعیت. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یه پارت جدید از آخرالزمان زامبی. طی همین یکی دو روز گذشته کلی خبر عجیب و غریب توی سطح دنیا در حال پخش شدنه که کلی حرف و تحلیل جالب روی اونا وجود داره. توی این ویدیو قراره به بررسی اونا بپردازیم. تا شروع تعطیلات عید نوروز سال 1401 چیزی نمونده و یک سری سوال برای من ایجاد شده که میخوام از شما بپرسم و با شما مشورت بکنم و طبق اون فعالیت هام رو انجام بدم. از اونجایی که به احتمال زیاد همتون توی تعطیلات مسافرت هستید و درست کردن هر ویدیو نیازمند کلی زحمت و انرژیه و در ازای اون من انتظار دارم که بازخورد خوب و ویو خوب روی هر ویدیو بگیرم. برام خیلی مهمه که شما توی کامنت بهم بگید آیا در طول تعطیلات عید من ویدیو براتون بذارم یا نذارم. طبق همین روالی که پیش میرفتیم یه روز در میون آپلود بکنم یا نه بیا مثلا بکنمش هفته 2 تا یا هفته 1 دونه و بعد از تعطیلات مجدد برگردیم روی روال سابق خودمون. پس حتما نظراتتون رو راجع به این قضیه توی کامنت بهم بگید. همین الان ویدیو رو لایک کنید. اگر هم تازه اومدید توی چنلمون و علاقه‌مند به این سبک از محتوا هستید چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر هم خیلی وقته که عضو خانواده‌مون هستید سابسکرایبتون رو یک بار دیگه چک بکنید. برای اینکه بتونم به موضوع اصلی این ویدیو بپردازم نیازمند این هستش که قبل از اون یک مقدار مقدمه چینی براتون بکنم تا موضوع اصلیمون زوایای تاریکی براش باقی نمونه. در تاریخ 11 مارس سازمان بهداشت جهانی خبری رو منتشر میکنه. این سازمان از اوکراین خواسته که عوامل بیماریزا رو در آزمایشگاه‌های بیولوژیکی خودش فوراً نابود بکنه و از هر گونه نشت احتمالی که موجب آلوده شدن مردم به بیماری‌های عفونی و گسترش اون در کل دنیا میشه رو جلوگیری بکنه. دلیل این هشدارها هم به خاطر حمله روسیه به بعضی از آزمایشگاه‌های بیولوژیکی در اوکراینه. از طرفی هم وزارت دفاع روسیه اومده بیانیه‌ای داده که به زودی افشاگری‌هایی رو برای مردم خواهیم کرد. مبنی بر اینکه در این آزمایشگاه‌هایی که در اوکراین وجود داره که وابسته به آمریکا هم هستش تا امروز چه اتفاقاتی داشته رخ میداده. تازه اومده از آمریکا به صورت رسمی راجع به این قضیه توضیح خواسته و بهش گفته که تمام تلاش‌های تو ناموفق بوده برای به دست آوردن سلاح‌های شیمیایی که موجب مرگ خیلی از مردم دنیا شده. روسیه و آمریکا گفته که ما آزمایشگاه‌های سلاح‌های بیولوژیکی تو رو در اوکراین پیدا کردیم و مردم باید بدونن که شما تا امروز اونجا چه غلط اضافه‌ای می‌کردید. نماینده روسیه هم اومده در سازمان ملل گفته که آمریکا به آزمایشگاه‌های شیمیایی که در اوکراین وجود داشته پول میداده تا بر روی یک سری ویروس خطرناک تحقیق بکنن. دقیقاً همون سازمانی که با آزمایشگاهی در ووهان چین کمک مالی میکرده. نیاز هست بگم ووهان چین در سال 2019 چه اتفاقی توش افتاد یا خودتون میدونید؟ شیوع ویروس اسمشو نبر از ووهان چین شروع شد. به نظرتون چند درصد احتمال داره که یه همچین آزمایشگاهی هم تو شیان چین وجود داشته باشه؟ اگه یادتون باشه تا 1-2 ماه پیش خبرهایی از شیان چین بود و بسیار داغ بود و ما در مورد اون بسیار فحش خوردیم، ولی مهم نیست. تو اگه ویدیوهاشو ندیدی برو از پلیلیست ببین. حالا ما وقتی میگفتیم که توی دنیا یه خبرایی هست و یه غلطایی دارن میکنن همه میومدن به ما چرت و پرت میگفتن. واقعا اگه قرار باشه حذفت بکنن که نمیان به صورت رسمی و علنی اینو اعلام بکنن. چرا در مقابل فهمیدن گارد میگیری؟ چرا نمیخوای یه سری حقایقو قبول بکنی؟ میدونم تصور این که این اتفاقات بخواد واقعی باشه هم برای من و هم برای همتون ترسناک و دردآوره و تنها دلیلی هم که وجود داره که بعضی از آدم‌ها قبول نمی‌کنن این قضیه رو همینه. ترس از نابودی. باشه قبول نکن، اصلا شاید تمام این خبرهایی هم که داریم میگیم دروغه، ولی اگه بهت بگم که خود آمریکا هم اعتراف کرده که ما توی اوکراین آزمایشگاه‌های بیولوژیکی و شیمیایی داشتیم که مستقیما توسط دولت آمریکا تامین بودجه می‌شده، بازم سر حرفت وای میستی یا نه؟ Ukraine has biological research facilities, which in fact we are now quite concerned Russian forces may be seeking to gain control of.
تمام نگرانی آمریکا از اینه که کنترل این آزمایشگاه‌ها به دست روسیه بیفته. بیایید تا اینجای حرفامون یکم بررسی بکنیم و چند تا نکته جالب رو ازش به دست بیاریم. اولا وقتی روسیه میگه آزمایشگاه‌هایی که موجب مرگ بسیاری از مردم جهان شده، تنها یک معنی میده. قطعاً روسیه و حتی خیلی از کشورها هم از وجود این آزمایشگاه‌ها با خبر بودن. وقتی داره میگه موجب مرگشون شده، چه برداشتی میکنی؟ مگه تا امروز غیر از ویروس اسمشو نبر ویروسی بوده که بخواد باعث کاهش جمعیت دنیا بشه؟ پس قطعا خود روسیه هم با خبر بوده که ویروس اسمشو نبر به احتمال خیلی زیاد در این آزمایشگاه‌ها طراحی و ساخته شده. و حالا چرا از ووهان چین پخش شده؟ دلیلشو گفتم، چون آزمایشگاه‌هایی هم که اونجا بوده تحت حمایت مالی کشور آمریکا بوده. اصلا داستان یه جوری به نظر میاد که انگار واقعا جنگ روسیه و اوکراین سر پیوستن اوکراین به ناتو نبوده و واقعا دلیل اصلیش همین آزمایشگاه‌ها بوده. اگه یادتون باشه تو ویدیوهای قبل گفتیم که نوستراداموس پیش بینی کرده مبنی بر اینکه ویروس زامبی توسط ارتش روسیه در دنیا شیوع پیدا میکنه. اما تا امروز ما فکر میکردیم این سلاحی هستش که توسط خود روسیه ساخته شده و احتمال شیوع اون رو مطرح کردیم. ولی امروز باید بگم که احتمال شیوع ویروس زامبی دقیقاً از آزمایشگاه‌های در خود اوکراینه. و شاید اینکه پیشبینی نوستراداموس مرتبط با روسیه بوده دلیلش همین درگیریش با کشور اوکراین بر سر آزمایشگاه‌های شیمیایی و ویروس شناسی باشه. از اونجایی که احتمال داره ویروس زامبی توی این آزمایشگاه‌ها باشه و کشور اوکراین به خاطر تهدیدهایی که از آمریکا و سازمان بهداشت جهانی داره مجبور به معدوم کردن اونها، پس شاید بر اثر یک خطای انسانی در حین همین نابودسازی‌ها این ویروس شیوع پیدا بکنه. تقریبا تا امروز هممون برای یک بارم که شده چوب خطای انسانی خوردیم. مثلا جای یه دکتری خطا کرده، یا نه مثلا راننده حواسش نبوده زده به کس دیگه ای. منظورم چیز دیگه ای نیست، اصلاح کن خودتو. از بین بردن ویروس که به همین راحتی نیست که مثلا بگیرنش بندازن تو سد آشغال بگن معدومش کردیم. نه، باید حتما یک سری عملیات پزشکی روی اون انجام بدن. پس قطعا هیجاناتی هم وجود داره، چون همزمان هم روسیه به دنبال تصرف اون آزمایشگاه هاست و هم اوکراین به دنبال نابودسازی اون ویروس هاست و این قضیه احتمال خطا رو افزایش میده. اصلا چرا ما تاکید داریم که احتمال وجود ویروس زامبی توی آزمایشگاه‌های اوکراین بالاست؟ دیگه تا امروز که بدتر از این ویروس اسمشو نبره لعنتی که توی دنیا نبوده. پس چرا کل دنیا دارن جلز و ولز میکنن که آقای اوکراین یه غلطی برای اون آزمایشگاه‌ها بکن تا به دست روسیه نیفتاده؟ همین اسفند رو آتیش بودن سران دنیا باعث میشه که ما اطمینان پیدا بکنیم که قطعاً یه خبرهایی فراتر از تصور ما توی اون آزمایشگاه‌ها هست. و از اونجایی هم که آمریکا برای حفظ منافع خودش قطعاً بیکار نخواهد نشست، احتمال وقوع جنگ جهانی سوم هم افزایش پیدا میکنه. چون اگر آمریکا بزنه به یقین تمام متحدانش باید توی این جنگ شرکت بکنن. اما باز هم تاکید میکنم که تمام این اتفاقاتی که گفتیم و تمام این مدارکی که آوردیم هم باز میتونه ایجاد یک حواس پرتی باشه. حواس پرتی برای ایجاد اتفاقات وحشتناکتری که گلوبالیست ها در صدد انجام اون هستن. حالا چرا اصلا میگم میتونه حواس پرتی باشه؟ برای اونم یه دلیل و یه خبر و یه مدرک دارم. گوش بکن، ویدیو رو هم لایک بکن. سازمان بهداشت جهانی گفته شرایطی که در اوکراین در حال حاضر می‌بینیم بدترین شرایط برای شیوع بیماری‌های عفونی در بین سراسر مردم جهانه. مدرکی هم از قرارداد مابین آمریکا و اوکراین در سال 2005 افشا شده که ثابت می‌کنه به یقین آمریکا و اوکراین برای این آزمایشگاه‌ها با هم قرارداد داشتن. پس تا اینجای کار راجع به مطالبی که گفتیم هیچ حرفی نداریم، چون تماما مستند، معتبر و با مدرک باهاتون صحبت کردم. چیزی که قطعی و مشخصه آمریکا در اوکراین در حال ساخت یک سری سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی بوده. در حالت خوشبینانه میتونیم بهش بگیم سلاح‌هایی مثل سیاه‌زخم و طاعون. قسمت بعد داستان اینجاست. اخیراً خبرهایی مبنی بر شیوع ویروس سیاه‌زخم در آمریکا به دستمون رسید. از اونجایی که این منابع غیر رسمی و غیر معتبر هستش، مدرکی ازش براتون توی ویدیو نمیذارم. حالا چرا گفتم که تمام بحث‌هایی که راجع به اوکراین و آزمایشگاه‌های اون به وجود اومده صرفاً ایجاد یک حواس پرتیه؟ دقیقاً در تاریخ 11 مارس، یعنی همون تاریخی که کل دنیا خبر آزمایشگاه‌های اوکراین رو شروع کرد به هیجان دادن، قرنطینه‌ای بزرگ در
شهر چانگچون چین در حال رخ دادن بود. طبق گفته های خودشون به خاطر شیوع یک ویروس جدید 9 میلیون نفر از ساکنان این منطقه قرنطینه شدن. اگر این قرنطینه بخواد قرنطینه‌ای برای ویروس اسمشو نبر باشه، آیا باز دوباره این همه نیروی امدادی نیازه یا نه خبر چیزی فراتر از انتظار ماست؟ یا اینکه اصلا چه دلیلی وجود داره که کشور چین بخواد یک شهر کانکسی خیلی بزرگی ایجاد بکنه؟ آیا داره برای یک سری از حوادث آینده پیش‌بینی‌هایی رو انجام میده و اقداماتی رو میچینه؟ چه دلیلی وجود داره؟ چه ضرورتی توی اون هست؟ شاید هم تاثیر دوز سوم واکسن ها داره خودشون نشون میده که اونها دارن شهر رو قرنطینه میکنن یا دارن یه شهر بزرگی کانکسی ایجاد میکنن. به نظرتون آیا جنگ روسیه و اوکراین و خبرهای آزمایشگاه‌های شیمیایی حواس پرتی بوده یا نه قرنطینه شهر چانگچون چین یک حواس پرتی بوده تا ویروس دقیقاً در خود اوکراین شیوع پیدا بکنه؟ اما نکته‌ای که میتونه به تمام حرفایی که تا الان زدیم یک مهر تایید بزنه رو میخوام براتون بگم. آیا تا به امروز دیده بودید که یک بیمار اسمشو نبری رو زمانی که روی برانکارد میذارن دست و پاشو ببندن و اونو بخوام روی برانکارد محکم بکنن؟ این قضیه فقط زمانی اتفاق میفته که کنترلی روی اون بیمار نداشته باشن یا اون بیمار انقدر زور داشته باشه که مجبور باشن ببندنه. عکسی که میبینید برای قرنطینه جدید کشور چین، بیماری که روی برانکارد بسته شده. و این صحنه دقیقاً منو یاد صحنه‌ای از فیلم ما همه مرده‌ایم میندازه، زمانی که دکتر لی میخواست پسرش رو با خودش ببره، مجبور به بستن اون روی برانکارد بود. لایک، سابسکرایب، کامنت فراموش نشه. عاشقتونم. ماچ یو